دیدبانگاه سرحدی گلدره در ناحیه شمس‌الدین شاهین تازه بنیاد شده است. روبروی این دیدبانگاه آن سوی دریای پنج ولایت بدخشان افغانستان است. مرزبانان تاجیک برای حفظ سرحد در این دیدبانگاه کار خود را تازه شروع کرده اند. در ناحیه شمس‌الدین شاهین 3 دیدبانگاه دیگر به استفاده داده شده است. در حدود ناحیه شمس‌الدین شاهین در مجموع 5 تا دیدبانگاه بنیاد کرده شده است. از همه 5 تا دیدبانگاه 3 تا دیدبانگاه پور را مورد استفاده قرار داشتند. با تمام تجهیزات و با تمام ساخت نوی زمانوی با سربازان و افسران ما و شما با استفاده دادند که امروز در همه دیدبانگاه‌های نوی زمانوی ادای خدمت دارند. چند سال می شود در مرز افغانستان ساخت دیدبانگاه و قسم‌های حربی جریان دارد. 1 سال پیش در ناحیه شمس‌الدین شاهین مرزبانان را از مرکز ناحیه به قرارگاه نوی نزدیکتر به مرز کوچ دادند. قرارگاه نو نزد دهه یول در 4 کیلومتری سرحد است. رئیس ناحیه شاهین گفت که این دیدبانگاه‌ها با کمک صاحبکاران ساخته شده اند. با دستگیری شخص‌های سخاوت‌پیشه و سخاوتمند. تنها ناحیه شمس‌الدین شاهین نیست که در آن دیدبانگاه مرزی ساخته می شود. از ناحیه 5 سرکرده تا ناحیه مرغاب بنیاد دیدبانگاه‌های مرزی جریان دارد. ماه اوگوست طریق آنلاینی و با حضور پرزیدنت تاجیکستان 10 دیدبانگاه نو مورد استفاده قرار گرفت. همه دیدبانگاه‌های بنیاد شده طبق اطلاع رسمی نزد مرز افغانستان قرار دارند. در حکومت‌های محلی هم گفتند که با بنیاد این دیدبانگاه‌ها نظارت مرز با افغانستان تقویت داده می شود. تاجیکستان با افغانستان 1400 کیلومتر مرز داشته نظارت آن بر عهده مرزبانان است. محمود جان رحمتزاده، آزادی، ناحیه شمس‌الدین شاهین.